سنگ وقتی آقای علیجانی پیشنهاد کرد دیدم بسیار موضوع جالبیه و میدونم که ایشون الان خیلی زحمت کشیدن و این برنامه رو برای خلق شنیدن که صحبت‌های جالبی براتون داشته باشم. دیگه من معرفی نمی‌کنم، دوستان فقط یک کوتاهی اول بگم راجع به خود تعریف موسیقی که خب در همه کتاب‌ها نوشته شده. هنری که از طریق صدا میشه احساسات رو بیان کرد. و صدا هم که انواع صدای موزیکال داریم، صدای غیر موزیکال داریم. ولی به باور تئوریسین ها بیشتر صدای موزیکال، یعنی اونایی که دارای اندازه معینه مد نظر هست. حالا به هر حال از صداهای و همچنین خط اتحاد بین دو است که از این طریق چون دیگه فرصت نیست که تئوری درس بدیم در واقع سعی می‌کنم کشش ها رو ایجاد کنم. یعنی هر چقدر شما نگه می‌دارید صدا بیشتر می‌کنه. دومین ویژگی صوت زیری و بمی هست یا ارتفاع صوت. هر چقدر سیمتون نازکتر باشه صدایی که ازش تولید میشه زیرتره. مثل این در واقع هر نوت نسبت به نوت بعدی خودش یا بم یا زیر هر چه به سمت راست میریم زیرتر تارهای سویشون نازکتر آقای احساس بم. بعد یک شدت هست. شدت در واقع در پارتیتور یا در نوت‌های موسیقی نوشته میشه، یعنی قوی، ضعیف، خیلی قوی، کم کم قوی، کم کم ضعیف و علائم زیادی که زیر نوت‌ها می‌نویسن. چهارمی جنس صوته. جنس یا تنین در واقع ویژگی اصلیشون باید گوش‌نواز باشه. یعنی باید فواصلی شروع میشه که این فواصل در واقع برای گوش بسیار طبیعیه، به خصوص برای کودکان. یعنی نه اینکه اینا رو به تفکر وادار نمی‌کنه ولی زود ارتباط ایجاد می‌کنه. مثال نگاه می‌کنیم نه صداش شبیه بود. به این میگن جنس صوت. که این هم در واقع در پارتیتور نشون دادنی نیست، فقط در پارتیتور اسامی سازها و خواننده‌ها که می‌نویسن خود به خود اون ارکستر رنگ صوتی ایجاد می‌کنه. مثلا یک پیانو حالا میگن شبیه نقاشی رنگ کودک و نوجوان طور هست. حالا امکان داره آثار زیادی هست برای کودکان نوشتن ما گوش می‌کنیم. ولی مختص اینه که معمولاً از ملودی‌های